سعی کنین سرپرست وزارت خارجه چی میگه. اینا خود این روزا بسیار وارخطا هستن، اما تر پاکستانیا سر از یا فشار میاره که هر عذر زاری که میتونین بکنین که دنیا شما را به رسمیت بشناسه، که اگر شاه امریکا هم چند بیلیون دلار بده که باز اونا بگیرنش، نه بنان سر از یا هر کار میکنه. حالا سعی کنین اینی سرپرست وزارت خارجه است. ما بازم وزیر خارجه نداریم، سرپرست داریم. آقای سرپرست وزارت خارجه که در امریکا در چی رفته اسلام آباد برای نوکری، سعی کنین که هیچی میگه. نړیوال اصول لمخنه یو ملک چې جغرافیا او قلمرو لري، ای بر از وا تشریح میکنه. یک آدم بی سواد بر از این نفر تشریح میکنه که کتش مصاحبه داره در اسلام آباد، میگه کشورهای جهان باید بفهمند که 4 اصل است بر از اینکه یک مملکت به رسمیت بشناسید. اول چی است؟ چې جغرافیا او قلمرو لري. جغرافیا و قلمرو لري، یعنی یک قلمرو داشته، یک مملکت باشه، یک جغرافیا داشته باشه. بسیار خوب. ولس او نفوس ولري، مردم داشته باشه که داریم دیگه، او په هغه باندې سلطه ولري، و امی حکومت مسلط باشه به سر امی مردم. 3 اصل. او بیا امن ولري. همدغه ته د حکومت ویل کی یا د باید په رسمیت وپېژندل شي. او بیا امن ولري که یعنی که امنیت باشه در اوجه. اینمی 4 چیز که باشه، دنیا باید یک مملکت به رسمیت بشناسه. یعنی طالبا در افغانستان هم قلمرو داریم، هم نفوذ داریم، هم سلطه داریم، یعنی مردم در کنترل ماست، و هم امنیت